برای آموزش مدل اول یعنی شنیون شنل که مادرش همه شنیون هم هستش و یه شنیون پایه و اصولی هستش. شما وقتی این تکنیک و پایه رو یاد بگیرید و بلد باشید و تمرین کنید و حفظش باشید، کاملا میتونید از خود سطرها مدل روی این مدل که پایه هست انجام بدیم. خب الان میخوایم گوش تا گوشمون رو جدا کنیم. گوش تا گوش یعنی چی؟ خب یعنی از جایی که مرویش کرده، یعنی اینجا دستمون رو میذاریم اندازه 5 انگشت یا 4 انگشت باز خط رو به سمت گوش جدا میکنیم از اینجا. حالا ما میایم خطمون رو جدا میکنیم. خب چجوری جدا میکنیم گوش تا گوشمون رو؟ خب 4 انگشت باز میایم عقب اینطوری، تقریبا از اینجا میشه. ببینیم دقیقاً بیفته جلوی گوش. ما با پشت گوش کاری نداریم، چیزی که میخوان جلوی گوشه. اینجا ببینید، یکم برگردونم اینو تا اینجا. اینو جدا میکنیم، حسابی شونه کشیش میکنیم. حتی اگه بخوایم این لایه رو ما بخوایم بذاریم کنار، ما چیکار میکنیم؟ خوب شونه کشیش میکنیم، وزگیریش میکنیم. خب اینو یه سنجاق بزنیم یا گیره فلزی فرق نداره. خب میریم این برش هم دوباره گوش تا گوشش یعنی چی؟ یعنی عین همون ور که انجام دادیم، جلوی گوش. ما پس با پشت گوش کاری نداریم. میایم طوری گوش تا گوش رو جدا میکنیم، حسابی شونه کشیش میکنیم تا هرچی گره و بزی و اینا هست از بین بره.